در همون اوائل این دولت آقای هاشمی پیغامی برای یکی از این پادشاهان حاشیه خلیج فارس فرستاد که شما نگران نباشید، ظرف 6 ماه این دولت ساقط می شود، که بعداً افرادی رفتن توضیح دادن و مسئله تا حدودی حل شد. معنای این حرف به روشنی طراحی‌های گسترده علیه این دولت رو میرسونه. پسرای آقای هاشمی چه کار میکنن در کشور؟ بیقانونی ایناست جناب آقای موسوی. استاد اویل بیقانون نیست که طرف میاد اینجا محاکمه میشه، محکوم میشه، از زندان فراری داده میشه و میره خارج و تش پسر آقای هاشمی است. پسر آقای ناطق چجوری میلیاردر شده؟ خود آقای ناطق چجوری داره زندگی میکنه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خب دیشب وقتی که من داشتم مناظره دکتر احمدی نژاد و میرحسین موسوی رو میدیدم، خب زنگ زدم به دوستان و اونها بعد از 12 دقیقه مادر و همسر آقای احمدی نژاد رو آوردن در خونه. خب قرار بر این بود که من اینها رو بگایم، اما خب متاسفانه ما هر کار کردیم این سگ‌کس ها کیر ما رو نتونستن شق کنن. حتی روم به دیوار ویاگرا هم دیگه جواب نداد. خب ما موندیم چی کار بکنیم که خشممون فروگذار کنه. خب ناگهان دیدم که ماشین رو دوستان آوردن دم در و ما سوار ماشین شدیم. خب دیدم که داریم میریم سمت بهشت زهرا. خب ما تو راه بودیم که نمیدونم بلوک چند یا ردیف چند بود. خب تو دوستان گفتن که ما رسیدیم. خب ما هم همونجا دست جمعی به جماعت ریدیم به قبر پدر آقای احمدی نژاد. خب جای شما واقعا خالی نبود و من برعکس پودر ORS هم خورده بودم اون ظهر. تا جایی که جا داشت ما قبر پدر ایشون رو گاییدیم. علی ای حال وقتی که تموم شد و ما خواستیم بریم، من یه نگاهی برگشتم و کردم به سنگ عقب. حقیقتاً سنگ عقب تبدیل به سنگ توالت شده بود. خب این شب گذشت و من در برنامه تلویزیونی آینده پاسخ تمام ابهامات رو به ملت شریف ایران خواهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اطلب العلم من المهد الی البهد دن البهد من البهد. 16 آذر سال روز شهادت تنین چند از عزیزانمون در سال 1332 رو در مقابل دانشگاه تهران گرامی می‌داریم و این روز مبارک رو به همه دانشجویان فرهیخته، کسانی که در عرصه علم و دانش و فناوری و علوم و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی انتظامی ایرانی که خارجی بین المللی منظومه شمسی اینور بچه‌های بالایی پایینی همسایه بغلی اونور یا آدم بوفه دانشگاه اونور کسموسایی که اونور وای میسن اونا با شما هم خواهند کون کشنرم با شما هم صحبت میکنم. کیرم دهنتون منو دعوت کردین. بله بگیریدشن و من بعد از مادرتون بیشوی کسکش. بله عرض میکردم خیلی روز مبارکی است. ما امیدواریم که در عرصه های مختلف جوانان ما تقوای الهی رو جدی بگیرن. تقوا
مسئله ای نیست که به این راحتی ها بتونیم باهاش کنار بیاییم و بتونیم اونو به دست بیاریم. تقوا رو باید از نفس خودمون. کسکش برای تو صحبت میکنم، جاکشم خفه شو، کینم دهن بابات. تقوا داشته باش. یه جای ننجین لا اله الا الله اوصیکم بتقوی الله. واقعا من از اساتید بزرگم این تقوا رو به ارث بردم و از همینجا تشکر میکنم از کسانی که در عرصه های علمی، فرهنگی و غیره ستا نقطه زحمت میکشن. اینا به هر حال شانس کیری ما. به هر حال اگر بحث علم باشه یعنی در همین تاریکی شما چراغ روشن کنید، یک چراغ علم، چراغی که باعث نور هدایت. چون کشماولت خاموش کن دارید مادر لا اله الا دهنتون من میگم واقعا سخنرانی تموم شه. تونه چراغ 11 رو روشن میکنه. بیشو لب نگیرید آقا، بقیه رو روشن کنید. تونیا ما اومدیم جنده خونه صحبت میکنیم اینجوری کینم دهن همتون. واقعا تموم شد. یک دهنی از تو بغلی انگاش نگه اوه شورای نفهم. یک مادر واقعا بله تقوای الهی واقعا در بحث ما نمی‌گنجه و ما باید در حوزه‌های دینی، علمی و وحدت حوزه و دانشگاه این رو بنیادین کنیم. چرا که الان جوانان ما واقعا در این نسل ضعیفن. ما باید از بزرگترهامون، از امام شهدا، علامه‌هایی که در حوزه‌های علمی زحمت کشیدن و از اونها باید استفاده. کیرم رو دهن کنکش ادا در میاری کونی عکس کوسه دهن کوسه تو کونت میکنم نامردا. تقوای الهی واقعا چیزی نیست که بشه اون رو خرید. اون باید در ذات آدم باشه و در کیرم تو ذاتت. این نمیذاره حرف بزنم واقعا. ده هیچ حرفی ندارم بچه کونی ها. خداحافظ. بسم الله الرحمن الرحیم. نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چه در عید رژیم چه در راه رژیم. امروز میخوام صحبت کنیم در رابطه با موسیقی. اول عزیز تشکر میکنم از شهوله عزیز به خاطر سازندگی آهنگ میای از این مراه گذری دل و هر جواهای میبری. توجه شما رو به این آهنگ جلب میکنم. بفرمایید. دختر ایرونه که نازو دلبری این پیغام بلنکش رو گوش کن. میشونی حلت سری رو حرفای دلشو گوش کن. بفرمایید. اون مسجی ها بفرمایید. شوه خیلی شوه. اون مریا اونا که امام سفیده ها بفرمایید. این مرام زدی دل و هر جو باهای میبری. یه روی خوش نشون نمیدی منو میخوشی با این دل بری. اما از اون چی شد اما قند و بلا ببین چطور دلم افتاده به پاد. میگم به جون تو میرم قربون تو میگی جون خوده بگو زبون تو. میگم اکبر کجا کجا با ما اینجوری نباش با ما اینجوری نباش. خیلی متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بابای سفر کسکش خر دیگه که من یکه کنم بر چپلت تکیه کنم. بابای سفر کسکش خر دور من دولا شدی کردم چونت ملا شدید. بابای سفر کسکش خر سه من سنگ هموم کردی چونت پسرمون. بابای سفر کسکش خر داره من چاره نکن چونتو بگیر پاره نکن. بابای سفر کسکش خر پنج من پنجه شیلنگات هوا چونت بکیز. بابای سفر کسکش خر
شیشه من شیشه شراب مرد کونت خیلی خراب بابا سفر. آی بله. کسکش خر. آی بله. هفته من 7 دروازه چرت کونت چپ دروازه بابا سفر. آی بله. کسکش خر. آی بله.